های 70 کیلومتری حزب الله لبنان اسرائیل رو تبدیل به کشور اشباح کرد. بترسند از روزی که موشک‌های 2000 کیلومتری ما بر قلب تل‌آویو فرود بیاد. در نظر بعضی از دولت‌های زورگوی اروپایی و در نزد شیطان بزرگ اهانت به پیامبران الهی پذیرفتنی است، اما سؤال از افسانه هولوکاست و سؤال از چگونگی برپایی رژیم جعلی اشغالگر فلسطین جرم است. افسانه‌ای که بیش از 60 سال بر پایه آن حکومت غاصب صهیونیستی توانسته است اعلام میکنم این رژیم منحوس پرچم شیطان است، پرچم شیطان بزرگ است و صرفاً مجری دستورات آمریکا و انگلیس جنایتکار است. اونها تصور میکنند که ملت‌های 100 سال قبلند، غافل از اینکه شرایط دنیا عوض شده است. امروز همه ملت‌ها بیدارند و ملت ایران پرچمدار بیداری همه ملت هاست. ما ببینیم از جنوبی ترین نقطه آمریکای جنوبی تا شرقی ترین نقطه آسیا همه ملت ها یک فریاد میزنند و همه اونها با پلاکارد و مشت های گره کرده فریاد میزنند مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل. ببینید خشم ملت‌های مسلمان در حال متراکم شدن است. ممکن است به زودی خشم ملت‌های مسلمان به نقطه انفجار برسد. اگر چنین روزی پیش بیاید بدانند امواج این انفجار در مرزهای منطقه ما محدود نخواهد شد. روزی پیش بیاید بدانند امواج این انفجار در مرزهای منطقه ما محدود نخواهد شد. در این مجلس یادشون هست یکی از شعارهای ما در دوران انقلاب این بود که ما جهان را سراسر با منطق مسلمان میکنیم. با مطمئنیم منطق اسلامی، فرهنگ اسلامی و گفتگوی اسلامی در همه عرصه ها میتواند اصالت و برتری خودش رو بر همه مکتب‌ها و بر همه گفتگوها و اینها
اثبات بکنه. ما اگر خدای نخواسته برای این ملت تجربه تلخی به امتحانی پیش بیاد، خود ما پیشاپیش ملت لباس رزم میپوشیم، آماده فداکاری میشیم. و کدوم هنرمندی و هنرنمایی زیباتر و الهیتر و ماندگارتر از هنر شهادت؟ اصلا ملتی که شهادت داره اسارت نداره. اونایی که میخوان اینو بزنن دارن پایه های استقلال و امنیت ملی ما رو میزنن، پایه های ماندگاری ما رو میزنن. پیام انقلاب پیام جهانی است، در جغرافیا و زمان محدود نمی شود. پیام انسانی است، این خواهد رفت. تردید نکنید که انشاءالله اسلام همه کجاها رو فتح خواهد کرد؟ همه قله های جهان رو فتح خواهد کرد. فناوری هستی است و کسانی که با ملت ما میخوان حرف بزنند باید بدانند که با کدوم ملت دارن حرف میزنند. اگر عده‌ای فکر میکنند همچنان میتوانند زمانی که سرشون به سنگ خواهد خورد متوجه خواهند شد که با یک ملت عزیز، با یک ملت آگاه و یک ملت سرفراز مواجه هستند.